برادر و خواهر عزیز، اگر میخواهی که خداوند گناهانت را به نیکی‌ها و کار ثواب مبدل کند، از همه گناهانت توبه نصوح و صادقانه کرده به سوی خدا بازگرد. از تماشای رسم و نوارهای فحشا و بی‌حیایی و پهن کردن آن در شبکه‌های اجتماعی، از صحبت‌های محرمانه با همدیگر، خلاصه از تمام گناهان پنهانی و آشکارا توبه کرده به سوی خدا بازگرد تا در پیشگاه خداوند طبق بشارت‌های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهترین گناهکاران باشی و در روز قیامت خداوند گناهانت را به نیکی‌ها و کار ثواب مبدل کند. البته از هر انسان خطا و گناه صادر می شود، چون که انسان فرشته نیست و محفوظ و معصوم از گناه نیست، ولی نه هر انسان از گناهان کرده اش توبه می کند و بهترین گناهگاران توبه کنندگان هستند. از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: تمام فرزندان آدم گناه می کنند و بهترین گناهکاران توبه کنندگان هستند. روایت ترمذی و ابن ماجه. پس ای برادر و خواهر عزیز، چطوره که به سوی گناه می شتافتی، چرا همین طور به سوی توبه نمی شتابی؟ آیا می دانی که اگر توبه نصوح و صادقانه کردی که دیگر بار به آن گناه دست نزدی، خداوند مهربان همه گناهانت را به نیکی‌ها و کار ثواب تبدیل می دهد که در عوض هر یک گناهی کرده‌ات به تو اجر و ثواب می رسد؟ خداوند در آیه های 68 و 69 سوره فرقان 3 گناه بزرگ، یعنی گناه شرک به خدا و کشتن انسان بیگناه و گناه زنا و فحشا را بیان کرده کسانی را که به این 3 گناه دست میزنند به عذاب دوچند خار کننده و همیشگی در آن وعید کرده میترساند. و بعد از آن در دوام آیت، یعنی در آیه 70 همین سوره میفرماید: استعیذ بالله الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. صدق الله العظیم. یعنی مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پس اینهایند که خداوند بدیهایشان را به نیکی‌ها تبدیل می دهد و خداوند آمرزنده مهربان است. برادر و خواهر عزیز، به هوش باش، توبه کردن از گناهان از یادت نرود. مبادا مرگ به سراغ ما بیاید در حالی که تا حال از گناه بینمازی و بیحجابی، از صحبت‌های محرمانه با همدیگر، از تماشای رسم و نوارهای فحشا و بی‌حیایی و پهن کردن آن در شبکه‌های اجتماعی و از دیگر گناهان پنهانی و آشکارا توبه نکرده باشیم. حال ما چی می شود وقتی به پیشگاه احکم الحاکمین حاضر شویم در حالی که از گناهانی که تنها خودمان میدانیم و خدا توبه نکرده انبار گناه را با خود برده باشیم؟ العیاذ بالله. برادران و خواهران عزیز، به هوش باشید، عاقبت توبه نکردن از گناهان خیلی خطرناک است. والسلام علی من اتبع الهدى. جوان تا که چنین مدهوش و مستی، هزاران توبه کردی و شکستی، نمی آید چرا یک لحظه شرمند ز دادار و ملیک کل هستی، ز دادار و ملیک کل هستی. جوان تا کی فساد و بی نمازی،
جوان تا که شراب و لهو و بازی گمان کردی که با پول و زر و سیم تو از پروردگارت بی نیازی، تو از پروردگار